درود بر همینان. امروز در تاریخ دوم بهمن ماه اولین حمله جنگ الکترونیک آمریکا علیه جمهوری اسلامی در شیراز اتفاق افتاد و واسه کور شدن رادارهای نظامی و غیر نظامی از جمله رادار MSSR مونوپالس نظارت ثانویه شد که اون همزمانی اون با آمدن ناو هواپیمابر آبراهام لینکن به منطقه انجام شد و این از طرق مختلفی انجام میشه. خب خود ناو هواپیمابرهای کلاس نیمیتس میتونن جنگ الکترونیک رو شروع کنن و با استفاده از حالا F-35 های C که خودش یک پکیج F-35 خودش پکیج جنگ الکترونیک باراکودا رو داره، با استفاده از E2 هواپیمای ایوکس ناونشین E2 هاک آی، EA گرولر و خود کشور اردن که میشه گفت ناو هواپیمای زمینی محسوب میشه با استفاده از هواپیمای ریوت جوینتی که مخصوص شنود تجسس و جنگ الکترونیک هستن و هواپیمای اورونه اسرائیل. اینکه چرا شیراز کور شده و الان رادارش رو کور کردن، به خاطر اینکه شیراز دروازه ورود به جنوب کشور و همچنین راه رسیدن مهم به مرکز ایران هستش، چه حالا از طریق هوا و چه از طریق دریا. و ببینید امروز هم یه سری انفجارات در تهران اتفاق افتاده. ببینید هیچ چیزی عادی نیست. رژیم سعی داره اون عادی جلوه بده و اون اقتدار پوشالی خودشو و اون سنگر خودشو حفظ کنه، اما همه چیز فرو ریخته و همچنین طبق فرمایشات پادشاه رژیم ترک برداشته و از این به بعد این چیزها رو خواهید دید و هیچ چیزی عادی نیست و اینا پیش حملاتی است برای عملیات بزرگی قرار به زودی رخ بده. پاینده باد ایران. جاوید شاه.